سلام بچه، چطورید؟ من دستیم و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من. از جایی که چند وقت شما حالا یه پست گذاشته بودیم داخل اینستا و از یه نرم افزار دیگه به غیر از ویتوری برای اجرای کانفیگال اجرا کرده بودیم، قرار شد ویدیوشو براتون بسازم. مزیتاش اینه اتصالی بهتری نسبت به ویتوری داره، سرعتی دونه یکم بیشتر میکنه. اگه حالا برای گیم و اینا استفاده کنی پینگ بهتری هم میتونی ازش بگیرید و یه سری قابلیت داره که حالا میریم رو گوشی و بعدش بهتون نشون میدم. برای دانلودش این لینک گیت هابش رو داخل چنل تلگرام میذارم، مثل همیشه حالا اونایی که دنبال میکنن چنل تلگرامو، ما یه لینک از ویدیو میذاریم، لینک ویدیو رو زیرش این لینک رو میذاریم. شما وارد این لینک شدین، از این قسمت میتونید از این قسمت دارید، میتونین روی این کلیک کنید. روی این کلیک کنید، این آخرین ورژنی نرم افزاره که کامل شده است. حالا اگه روی این زیریش بزنید، این پری ریلیز نسخه بتایی بعدی است، یعنی نسخه 1 2 4 نسخه بعدش 1 تا 5 اینه به صورت بتا در اختیار میذارن، بعدم کامل میشه. حالا اگه ایراد چیزی داشته باشید، حالا سلیقه خودتونه. روی این میزنید، میاد اینجا، این 1 2 4 هم که اینم این همونه. خب اینجا نسخه هایی که میبینید، این نسخه اولیه برای گوشی که با آرم 64 زیری هم برای نسخه گوشی که یکم قدیمی تره. برای اینکه بدونی حالا کدوم اینا رو گوشی ساپورت میکنه، داخل اینترنت یه سرچ بزنید درباره همین دوتا، همین آرم 64 V8A یا آرمیابی V7A، این دوتا رو سرچ کنید و بدون آموزشش میاد که حالا چطوری بفهمین کدوم یکی از دوتا مناسب گوشی دونه. حالش هم نداشتین هر دوتا رو دانلود کنید، اون یکی نصب کنید، نشد اون یکی حتما میشه، میتونید دوتاشو دانلود کنید تست کنید. و حالا میریم داخل گوشی، بقیه داستانو اونجا براتون توضیح میدم. خب این محیط داخلی نرم افزاره که شبیه به نرم افزار ماتسوریه. از قسمتی به اضافه میتونید حالا کانفیگور رو به روش‌های مختلف وارد کنید. خوبه دیگه که داره دور زدنی آی پیه که از منوی همبرگری می داخل قسمت مسیر و میاد پایین صفحه دوتا قرونی دامنه هست، یه قانون آی پی برای ایرانه، دوتا رو تیکشو میزنید. بالاترش یه قانونی آی پی داره که روبروش هم چینی نوشته، اونم ترجیحاً واردش میشی و باید ویرایشش کنید. اون قسمت تهش آیار نیست و سی ان اگه اشتباه نکنم. از قسمت آی پی میتونید وارد بشین و اون تهش رو به آیار تبدیل کنید، اون دو نقطه رو پاکش نکنید، حواستون باشه. بعد از اون یه قابلیت دیگه که داره، از قسمت منوی همبرگری میرین داخل قسمت تنظیمات، حالت وی پی ان برای برنامه هاست که حالتی بایپاس داره که اون بایپاس بالا رو میزنید، اون تیکه نمایش برنامه رو میزنید. کاری که میکنه اینه که برنامه‌هاتون رو دیگه به این فیلتر اشکن متصل نیستن. زمانی که شما این فیلتر اشکن رو بس کنید و اگه نیاز بشه نرم افزار با آی پی ایران واردش بشین، یا مثلا نرم افزار ویدیو باشه با آی پی ایران نیم به حساب بشه، خوبش اینه که دیگه آی پی اون کانفیگ استفاده میکنید اعمال نمیشه. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی دیگه فعلا پیس اوت.